زنان سازنده مردانند. هیچ مردی به مقام نرسیده مگر اینکه زن آن را حمایت کرده است. محمد ابن اسماعیل را مادرش تربیت کرد و در سفرهای مهم او را همراهی نمود و از او امام بخاری ساخت. احمد ابن حنبل را مادرش تربیت کرد و در سرمای زمستان او را به مسجد می برد و از او امام اهل سنت ساخت. احمد ابن علی را خواهرش تربیت کرد و از او ابن حجر عسقلانی ساخت. یحیی ابن شرف را مادرش تربیت کرد و شبها را با فرزندش زنده‌داری نمود و از او امام نووی ساخت. و دهها محدثینی که به سبب زحمت مادران و خواهرانشان به درجه های بلند رسیدند. پس هرگاه زن شایسته و صالحه گردید، خانه، مجتمع و یک امت را می سازد. از کتاب زنان قهرمان در تاریخ اسلام.